سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. راجع به چی قرار صحبت کنیم هستی جون؟ بیشتر دوستم درباره این حرف بزنم که برای دخترها خیلی راحت تره که خارج از لیگشون دیت کنن تا پسرا و اصلا اینکه لیگمون چیه. ببین اصلا لیگ آدما چیه؟ یعنی فقط این نیست که مثلا ما پول داریم یا پولدار نیستیم. به نظرم یه کامبینیشنی از فرهنگ و حالا مثلا لول مثلا وضعیت اقتصادی و مالی مثلا خانواده ها، اصلا نمیدونم حتی کامیونیتی که توشی یه جورایی مثلا چه میدونم تو اگه مثلا بخوای 100% آره با یه مثلا بازیگر بری دیت کنی، خب لیگت انگار خارج شدی دیگه، انگار مثلا رفتی توی لیگ دیگه، توی لیگ بهتر. این بهتر بدترش هم حتی به نظرم یه قانون نانوشته اون بیرون وجود داره که مثلا یه آدم پولدارتر وجود داره از تو، یه آدمی که از تو مثلا چه میدونم خانواده‌اش تحصیل کرده ترن وجود دارن. حالا ما نمیگیم لزوما اینا آدم‌هایی که برترنا، ولی جامعه بهشون یه چیزی داده، یه لیگی بهشون داده. میدونی چی میگم؟ اون روز من با چند تا از دوستان بیرون بودم، داشتیم درباره این حرف می‌زدیم که پسره مثلا می‌خواست بره از یکی بچه‌های دانشگاه خوشش اومده بود و می‌خواست بره مثلا مخشو بزنه دختر رو. اینجوری بود که دوستش بهش گفته بود که ببین آجی این مثلا تو مهمونی‌ها میره مثلا چه می‌دونم با پسرای لکسوس دار فلان میگرده، تو می‌خوای مثلا با این بری دیت، خب این مثلا میرینه بهت. و من خیلی برام اون لحظه جالب بود که من خیلی کم یه همچین تجربه‌ای و تو گروه دوستیم که خب دخترن اکثرا داشتم که مثلا بخوایم با یکی بریم بیرون و این کانسرن رو داشته باشیم که او این یارو خیلی من پولدارتره، این یارو خیلی من عجیب غریب تر مهمونی میکنه، پس من نباید با این برم بیرون و یعنی این یا مثلا من نباید اینو اپروچ کنم یا مثلا چیز میکنه. به نظرم خیلی کمتره. نمیگم وجود نداره ها، نمیگم آدم دخترها به این فکر نمیکنن وقتی میخوان مثلا یه پسری رو اپروچ کنن یا هر چی، نه این چرت و پرته، ولی به نظرم خیلی کمتره و برای دختران خیلی راحت تره که لیگشون رو عوض کنن تا پسرا باید برن خودشون وارد اون لیگ بشن، بعد مثلا تو اون لیگ دنبال آدم بگردن، در حالی که دخترها میتونن با ارتباط وارد یه لیگ دیگه بشن. نظر تو چیه؟ این یه حقیقتیه که نمیشه انکارش کرد. بابا اون رد بندی هم که هست، خیلی از آدما سعی میکنن مثلا انکارش کنن، اینجوری رفتار کنن انگار وجود نداره یا انگار مثلا باش بجنگن. ما این کارو نمیتونیم بکنیم. به نظرم اولین قدم واسه ورود به دنیای واقعی اینه که اینو بپذیری که جامعه رد بندی کرده آدم‌ها رو بر اساس اینکه چقدر پول داری، چقدر ریسورس داری، چقدر به منابع دسترسی داری، چقدر ویل کانکتدی و اینا. ما هممون رد بندی شدیم متاسفانه، ولی همینه که هست. باید مثلا ببینیش رو بپذیریش، این واقعیتی که وجود داره رو. آره دیگه کلا یه چیزی هم که هست مریاب کردنه. فکر کنم بهش میگن مریاب، که مثلا با ازدواج کردن یا با رابطه‌ای که میری توش طبقه اجتماعی خودت رو عوض کنی. آره. من میگن که یکی از مثلا سمارت ترین و مثلا هوشمندانه ترین راهایی که میتونی زندگیت رو عوض کنی و طبقه اجتماعیت رو عوض کنی با ازدواج کردنه. یکی از سریع ترین راهایی که تو هم بتونی به اون منابعی دسترسی داشته باشی که اونایی که ازت پولدارترن دسترسی دارن، به اون آدم‌های دسترسی داشته باشی و بتونی باهاشون چه میدونم کانکشن داشته باشی و نتورک کنی که در حالت عادی نمیتونستی اصلا بهشون دسترسی داشته باشی، حتی سلام علیک بکنی. اینو بیشتر دخترا دارن که میتونن با یه مردی که توی یه طبقه اجتماعی خیلی بالاتر از خودشون دیت بکنن و حالا ایونچوالی باش ازدواج بکنن و اونام به همه اون منابع دسترسی داشته باشن. و به نظرم چیز مثلا اسمارتیه. نمیدونم قدم نمیدونم واقعا، آخه خیلی مثلا یه جوری گفتنش ولی همینه دیگه. کلا ببین لازم خیلی شوگر کدش میکنن آدما، یا میان سعی میکنن خیلی دنیا رو قشنگ و گوگلی و بامزه نشون بدن، ولی کسایی که اینجوری حرف میزنن یا دارن انکار میکنن یا دارن به روی خودشون نمیارن یا هنوز وارد دنیای وحشی واقعی نشدن. به نظرم ببین آخه بذار اینجوری بهت بگم، انکار کردنش که آره اصلا چرت و پرته، ولی اینکه این طبقه بندی وجود داره، ما چقدر حالا اجازه میدیم که ارزش آدما برامون تعیین بشن. یعنی ببین مثلا واقعا ما خودمونم این کار میکنیم، من خودم شده این کارو بکنم که مثلا هر چی یارو رو کاغذ بهتره، آپشنای بیشتری داره، انگار تالرنس و حد بیشتری رو براش در نظر میگیرم که رفتارهای بد و چرت و پرت انجام بده، در حالی که اون رفتارها واقعا همونقدر چرت و پرتن و اون آدم لزوما به خاطر اینکه همه خانواده‌اش دکترن و مثلا باباش وکیله و خودش مثلا داره وکالت میخونه آدم مثلا جالبی ممکنه نباشه. واقعا ممکنه یه آدم فوق العاده غیر درسته حسابی باشه. اومدم میگم دوزاری، خواستم توهین نکنم، ولی واقعا یه آدمی که
واقعا. بعد مثلا میدونی ما تحصیل کرده بودن رو چرا بهش ارزش میدیم، پولدار بودن رو چرا بهش ارزش میدیم؟ حالا پولدار بودن یه بحث رفاهی داره که اون هیچی، ولی مثلا اینکه تو آدم‌های زیادی بشناسی یا مثلا تحصیل کرده باشی یا یه شغل محترم داشته باشی تو جامعه رو ما چرا بهش ارزش میدیم؟ انگار ناخودآگاه اینو میاره که اوکی این به واسطه این شرایط انسان جالبتر و درست حسابی‌تری، محترم‌تر، رفتارهای بهتری میکنه، مثلا با شخصیت‌تر، یه چیزی بهت اضافه میکنه. هممون تو زندگی واقعی، یعنی ببین اینکه انکار کنی یه جوره که مثلا انگار تو زندگی واقعی نیستی، اینکه تو اون بابل قرار بگیری که نه هر کی مثلا خانواده‌اش دکترن پس آدم درست حسابیه پس یه چیزی حالیشه، یه چیز به نظرم غیر واقعیه. چون تو زندگی واقعی دقیقاً میبینی که آدمایی که تو لیگ‌های خیلی بالاتر از تو آدمای چرت و پرتی ان. و واقعا من ببین مثلا من آدمی دیدم که واقعا لیگش واقعا همه نظر شاید من بهتر بوده، ولی واقعا من روم نمیشد با این آدم برم جایی. یعنی مثلا اینجوری که واقعا این آدم چیزی نیست که من بخوام اینورم بر معرفیش کنم به عنوان کسی که مثلا چه من باش دیت میکنم، شوهرمه یا چیزی. اصلا اینجوری که چه ارزشی میخواد طرف به بچت اضافه کنه با این وضعیت که مثلا خانوادهشون باشه خیلی پول دارن، ولی چه ارزشی قراره به اون بچه‌ای که شما قرار داشته باشید چیزا. مثلا این به نظرم اینکه این چیزا رو در نظر بگیری اتفاقا حتی واقعی هست. ولی اینکه حالا انکار کنی که نه ما هممون آدمیم و مثلا این لیگ وجود نداره و دربارش حرف نزن و فلان و اینا، انگار ببین اون خیلی خامه، دیدگاه خامیه که بگی که نه من برام مهم نیست که مثلا طرف چی سر و اینا. نه، تجربه نشون داده که تو هر چقدر سنت هم میره بالاتر برات اتفاقا مهمتر هم میشه خیلی از این چیزایی که الان برات مهم نیست. یعنی مثلا شاید واقعا برای یه بچه 19 ساله مهم نباشه که یارو مثلا باهاش میره بیرون چقدر حساب میکنه، چقدر دستش تو جیبشه. مثلا واقعا برای یه دختر مثلا چه من 27 ساله مهمه این چیزا. واقعا برای دختر 30 خورده ای ساله این چیزا مهمه، چون انگار یه سری پیغام های دیگه رو میده، اصلا ربطی به اون پول نداره. سیگنال میده دیگه که مایندستش چجوریه، اینکه مثلا میزو حساب کنه یا نه. قشنگ داری میبینی که ذهنیتش چجوریه، چجوری کار میکنه، مغزش چه دیدی داره کلا. سر اونم کار رو کاغذ خوبه و اینا. حالا تو میگی که مثلا طرفو نمیتونستی ببری تو جمع، چیزی که من تجربه کردم مثلا از آدمایی بود که اتفاقا رو کاغذ خیلی خوب بودن، خیلی دهن پرکن بودن، یه جایی هم با خودت میبردیش همه شکلی میشدن که چه شانسی آورد این دختره که مثلا تونسته این پسره رو تور بکنه، چه خرشانسی بوده، چطوری تونسته مثلا مخ این پسره رو بزنه. چیزی که مثلا تجربه کردم و حتی بعد از اینکه مثلا ارتباطمو با همچین آدمی قطع کردم، شاید حتی عضوی از خانواده‌ام که از دوستای نزدیکم شده بوده که مگه مثلا عقل نداره که ارتباطتو با همچین آدمی که انقدر ول کانکتده، انقدر ثروتمنده، انقدر خانواده شناسی داره و قدرتمندی داره و چه میدونم همشون به شدت تحصیل کردن و دارن دامیننت میکنن اینداستریای خودشونو و چقدر یارو وقتی میبرش یه جای محترمانه و قشنگ رفتار میکنه و دیسیپلین داره و کاریزما داره و همه اینا. چرا با همچین آدمی قطع ارتباط کردی؟ من اینو تجربه کردم و خیلی خیلی درد داره که از طرف مثلا اطرافیانت هم این چیزا رو میگیری. ولی خب مثلا یارو بابا سایکوپت بود. خب من اینو چیکارش کنم؟ یعنی واقعا ببین اگه من الان بشنوم مثلا این آدمی که دارم میگم اگه بشنوم که قاتل زنجیره‌ای بوده، واقعا اونقدر تعجب نمیکنم. جدی دارم میگم. یعنی اصلا ببین واقعا بفهم که یه کار خیلی عجیب غریبی کرده، به نظرم چیز خیلی عجیبی نیست. یعنی اینطوری نیستش که چرا بشم که وای اصلا فکرشو نمی‌کردم. به شدت آدم باهوشی بود، به شدت بلد بود چجوری مثلا منرش رو بعد چجوری مثلا جلو ببره، با همه آدما بعد چجوری رفتار کنه، چجوری آدما رو تحت تاثیر قرار بده. به شدت کاریزماتیک بود، به منابعم دسترسی داشت، ولی سایکوپت بود. و به نظرم یعنی اگه بفهمم الان مثلا تو خونش مثلا 2 تا برده داره، واقعا میشه بگم که اوکی آره میتونم تصور کنم که همین کاری بکنه. شر. خب هانی ببین به خدا راست همین الانم من واسه که مثلا تعریف کنم که آره من با این آدم دیت میکردم، من ارتباطم با این قطع کردم، هر کی باشه میگه خاک تو سرت که مثلا ارتباطتو با این قطع کردی. مثلا شطور یه بار میاد دم خونه آدم میخوابه، چی میگن مثلا یه همچین چیزی، تو باید اینو میچسبیدیش مثلا. ببین نه خیلی رفتارش بد بود، اصلا سالم نبود از نظر روانی. خب الان 3 تا نکته میخوام بگم. یکی این که این ادبیاتی که الان استفاده کردی که من مطمئنم ادبیاتی بوده که شنیدی و استفاده کردی الان، دقیقاً یکی از مشکلات منه. وقتی یه همچین اتفاقی اصلا میبینن که یکی خارج از لیگش مثلا چه میدونم تونسته ازدواج کنه، دیت کنه، هر اتفاقی بشه، ببین همه خیلی اینجوریان که چه شانسی آورد، با کون افتاده تو عسل، ببخشیدا ولی واقعا اینجوری که یارو واقعا بختش. من خیلی بدم میاد حقیقتا از این. یعنی فقط برای
دخترا نیست به نظر من، برای پسرا حتی به نظر من بدتره یه مقدار، چون این یه حالتی ان که انگار مثلا حتی مسکولینیتی و مردونگیشون هم انگار میره زیر سوال که مثلا دختره مثلا اون خانواده پولدارتر است یا هر چی. حالا هر چی کاری نداریم، ولی این سیستم به نظر من خیلی مسخره است. حکایت اینه که مثلا فلانی سرتره. من ببین تا مغز و سخونم کرینج میشه وقتی اینو میشنوم که فلانی سرتره. یعنی جورم که ببین تو چی میدونی از ارتباط اینا؟ تو از کجا میدونی که این آدم باشه این خانواده‌اش پولدارتره؟ همین دلیل شد که مثلا این سرتر باشه. سرتر اصلا یعنی چی؟ دو نفر که وارد یه رابطه‌ای شدن خودشون تصمیم گرفتن تو وارد یه رابطه‌ای بشن که برابر همه چیشون. من یه نقش دارم تو یه نقش دیگه داری و اصلا اینا با هم تداخل ندارن، تو رقابت با هم دیگه نیستن که تو بگی این سرتره، این مدال طلا داره، این مدال برنز داره. مسخره بازی‌ها چیه؟ خیلی بدم میاد. یکی این. دوم این که دقیقاً آدم توی شرایطی قرار میگیره که ببین واقعاً خب داره باهات رفتار بدی میشه. واقعاً کی براش مهمه که یارو با لکسوس میاد دنبالت وقتی واقعاً داره میرینه بهت؟ یعنی اصلا نمیدونم چجوری بگم. و اگه آدما بیشتر این رو در نظر بگیرن که آجی باشه چون که مثلا پول داری، چون که مثلا مامان بابا دکترن، دلیل نمیشه که تو با هر کی هر جور دلت بخواد رفتار کنی. اگه آدما بیشتر محکم روی این مسئله وایستن اون آدما هم رفتاراشون رو بهتر میکنن. ولی خب همیشه یه سری آدم اون بیرون هستن متاسفانه که مثلا به خاطر اینکه طرف با لکسوس میاد دنبالشون اجازه میدن که باشون بد حرف بزنه. میدونی چی میگم؟ و اینم در بیشتر از سر بازیاشو تحمل میکنن. آره گفتم خود ناخودآگاه هم ممکنه این کارو بکنی ها، ولی لطفاً وقتی حس میکنی داری این کارو میکنی، یعنی همین سیستمیه که آقا بر خودت انقدری ارزش و احترام قائل باش وقتی میبینی که طرف هر چقدر ببین اصلا تو بگو الان براد پیت میاد بهت پیشنهاد میده و دیگه براد پیت واقعا لیگ همه ما مایل ها و کیلومترها و فرسخ ها خارجه. اوکی ولی خب اگه براد پیت داره باهات مثل رفتار میکنه به خدا من راضی نیستم تو اون رابطه بمون. من هیچی خدام راضی نیست، هیچکی راضی نیست. خب یعنی واقعا یه سیستمیه که آقا تو انقدری برای خودت ارزش و احترام قائل باش سر اینجور چیزا مجبور نباشی توی رابطه‌ای بمونی. و اگه کسی هم بهت اینو میگه برمیگرده میگه که تو دیگه کی میخوای همچین آدمی پیدا کنی، بگو ببین اگه خوبه تو برو باش دیت کن، برو دیگه یارو سینگل هم هست الان میخواد شمارهشو بهت بدم. واقعا همین، یعنی اصلا یکی بیشتر از یه حدی به چیز که قشنگ لیترالی گوشیتو در بگو که ببین این شمارهشه، تو بیا باهاش صحبت کن، باهاش حرف بزن، مثلا اگه دوست داشتی دیت برید و اینا، ببینم چی کار میکنی. مثلا این شانسی که در خونه من رو زده حالا یه مقدارم در خونه تو رو بزنه ببینیم چی میشه. میفرستمش پیش تو. قشنگ اینجوری که ببین اگه خوبه مال شما مرسی، من نه مرسی. واقعا مسخره بازی. ببین الان گفتنش راحته ولی تو مثلا موقعیتش که هستی میبینی چقدر دهن پر کنه یارو یا چقدر همه ایمپرس میشن و تحت تاثیر قرار میگیرن که این پارتنرت تو کنار این آدم ظاهر میشی، حقیقتا ترک کردن اون ارتباط سخته، چون که انگار یه اعتباری هم داره به تو میده اون آدم به خاطر جایگاه اجتماعی که داره. حقیقتا دل کندن ازش سخته وقتی تو موقعیتش باشی. مثلا کلا میبینی که چقدر آدمو خوششون میاد، چقدر تشویق. بگو ببین این توی این جور روابط خیلی این اتفاق میفته که تو در نهایت اعتبارت هم اینه که دوست دختر یا آدمی، زن یا آدمی. البته ببین خیلی بده، من برام مهم نیست، واقعا برام مهم نیست. یعنی مثلا من خودم با این همیشه فکر کردم که مثلا من سر این یکی از دوستام میوردش میگفت که شماها خیلی ناراحت نمیشید که مثلا چه میدونم دوست پسرتون یا کسی که باش دیت میکنید خیلی کلیرلی از خودتون خوشگل‌تر باشه. و من اینجوری شدم که و مثلا بقیه چی میگن که این سرتر و فلان، اینجوری هم که نه برام مهم نیست، چون یارو به هر حال من خوشش اومده. مثلا من برام مهم نیست که بگم که آره هستی زنه مثلا یا آدم خیلی موفقه. اینو به نظر بگیرید که اون اعتباری که هست همونه، در همون حد باقی میمونه. اون آدم بره زیر سوال، تو هم باش میری زیر سوال. یعنی اینکه تو اعتبار و ارزشی که میخوای تو جامعه داشته باشی رو ببندی به یه چیز بیرونی که تو خودت هیچ کنترلی روش نداری و نمیتونی چیزش کنی. ببین واقعا یارو ممکنه اعتبارش بره زیر سوال و تو هم اعتبارت میره زیر سوال باش به راحتی. این خیلی خطرناکه. یعنی آدما باید این رو وقتی میخوان چیز کنن، یعنی به اون فکر میکنی آره خیلی قشنگه. یه حالتی هم هست متاسفانه، این باز میگم برای دخترها انگار خیلی چیز تره که مثلا واو چه توانایی داشته تونسته مخ این آدمو بزنه، انگار مثلا یه ارزش و توانایی اضافی به تو اضافه میکنه به عنوان یه دختر. مثلا واو ببین چه خوبه، این چی کار میکنه که مثلا این باهاشه، و یه مقدار توهین‌آمیزه.
آف کورس. ببین کلا آبجکت می‌بینیم زنا رو. خب تو بعد خودت بتونی بفروشید. حتی به نظر مردم همینه. تو این نوع ارتباطی که من حرف میزنم حتی به نظر من مردم همینه که مثلا پسر چیکار میکنه، مثلا این انقدر خوشش میاد ازش، انقدر خرجش میکنه. ببین یه ارتباطیه، اون کسی که توی خارج لیگ دیت کرده قربانی هستشن، ولی خب پریویلج داره دیگه، یه سری امتیازا با خودش میاره. قطعا یه سری پریویلج‌ها و امتیازا داره میگیره، ولی خیلی باید حواسش رو جمع کنه. خیلی باید حواسش، چون که اون ارتباطه به هم بخوره سقوط میکنه اون آدم. اگه مثلا پارتنرش ولش کنه له میشه، نابود میشه، دوباره میرسه میگن از عرش به فرش میشه، دوباره مثلا میخوره زمین و نمیتونه خوشو جمع کنه. اگر هویتش گره خورده بوده به پارتنر اون آدم بودن، اگه تمام ارتباطاتش به خاطر این بوده که پارتنر اون آدمه، دیگه هیچی ازش نمیمونه. واقعا سر پا شدن بعد از همچین اتفاقی خیلی خیلی سخته. برای همین اینه اگرم تو همچین موقعیتی قرار گرفتید حواستون باشه که زندگی و شخصیت و هویت خودتون رو بسازید. خیلی مهمه. میتونید از اون منابع و ریسورس ها و کانکشن ها استفاده کنید در راهش، ولی باید مستقل از اون آدم خودتون یه زندگی داشته باشید. یه کاراکتر و هویت رو خیلی خوب گفت کیمیا. دقیقاً. یه هویت بعد یه جایگاه اجتماعی جدا از اون آدم داشته باشید، یه حضوری توی یه کامیونیتی، توی یه جامعه، یه داستانی داشته باشید. You have to have something going on for yourself واقعا. وگرنه اصلا اون آدم هم دیگه بهتون احترام نمیذاره از یه جایی به بعد. دقیقاً. اصلا مشکل دقیقاً همینه. آره اگه تو همچین موقعیتی قرار گرفتید که عاشق یکی شدید و رفتید تو رابطه با یکی که خیلی جایگاه اجتماعی بالاتری از خودتون داره، اون آدم هم خیلی دوستتون داره، عالی، خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. امیدوارم که عشق خوبی رو تجربه کنید، ولی حواست باشه تمام اون چیزایی که یه شب به تو داده شده، دسترسی به منابع، دسترسی به اون آدما و کانکشن‌ها، اون پولی که داده شده یه شب هم میتونه ازت گرفته بشه اگه اون آدم دیگه نخواد ارتباطش رو با تو ادامه بده، یا خودت نخوای دیگه ارتباطت رو با اون آدم ادامه بدی، چون که داینامیک رابطتون سمیه. برای محافظت از خودت، همونطور که داری لذت میبری از اون پول و منابع و آدم‌ها و تمام چیزایی که بهت داده شده، بعد زندگیت هم بسازی اون گوشه کنار، که اگر این پارتنر تو از زندگیت خواستی حذف کنی اصلا خودت، چون سمی بود، چون که خوشحالت نمی‌کرد، چون که چه چیز خوبی واسه زندگیت نبود، بتونی این کار رو بکنی و زندگیت نابود نشه. یهو سطح سبک زندگیت یه چیز دیگه کاملا متفاوت نشه. اینطوری نشه که دیگه نتونی بری اون رستورانایی که میرفتی، نتونی اون لباسایی که میپوشیدی و بپوشی و اینا. تا یه حدی بالاخره عوض میشه ها. یعنی اینطوری نباشه که مثلا داشتی دیور میپوشیدی و چه میدونم میرفتی از شنل مثلا کیف میخریدی و فقط میرفتی توی چه میدونم رستورانای های اند میشستی با آدمایی که خیلی با الیت جامعه داشتی رفت و آمد میکردی. حالا که با این آدم به هم میزنی دیگه باید بری از عبدالآباد از دستفروشش مثلا خرید کنی. میدونی باید سعی کنی که یه کاری بکنی که نابود نشی با رفتن اون آدم از زندگیت. خیلی باید حواست به این باشه. توانمندیاتو ببر بالا. اوکی یارو پول داره، گود فور یو، یارو داره ساپورت مالیت میکنه، دیگه لازم نیست نگران کرایه خونت باشی، لازم نیست چه میدونم وقت زیادی توی مترو و اتوبوس و اینا از دست بدی. داره همه اینا رو بهت کمک میکنه که وقت بیشتری داشته باشی، سبک زندگیت بهتر باشه، با کیفیت تر زندگی کنی. عالیه. از این فرصت استفاده کن واسه ارتقای خودت. مهارت یاد بگیری، سعی کن چیزای جدید یاد بگیری، ارتباطای خوب بسازی و ارتباطات عمیقی رو با دوستات مثلا شکل بدی و اینا. یا چه میدونم یه بیزنسی رو شروع کن، مثلا ران کردن اون گوشه، وقتی که خب نگرانی مالی زیادی نداری میتونی یه پولی هم از دست بدی دیگه. اصلا میتونی وقت بذاری واسه یه ساختن یه بیزنس و بزرگ کردن و رشد دادنش. از این فرصت برای این چیزا استفاده کن. غرق نشو تو اون سبک زندگی که مثلا میگن لویش لایف استایل و اینا که کلا هم شروع میکنی خرید کردن و آرایشگاه رفتن چرا از این جور چیزا. تو خودت میگن که خودتو ستاپ نکن واسه فیلیر. همینه. این موقعیت پیش اومده، عالی، لذت ببر ازش. از پارتنرت لذت ببر، از رابطه قشنگی که داری تجربهش میکنی. گود فور یو، واقعا خیلی خوبه. ما حمایتت میکنیم. ولی حواست باشه که واقعا سطح خودت رو ارتقا بدی، که بدون اون آدم هم یه رشدی کرده باشی از قبل از اینکه وارد اون رابطه بشی. و فقط سطح مالی نه، واقعا فقط اون هویتی که گفتی خیلی خیلی مهمه. یعنی یه کاراکتری واسه خودت بساز که این آدم اگه دیگه دوستت نداشته باشه. و ببین به نظر من انقدری باید کاراکترت محکم باشه وقتی وارد همچین ارتباطی میشی، هویتت یه جوری باشه که وقتی واقعا آدما دور و براتون بهتون میگن که تو زن فلانی، تو آدم خاصی نیستی، مثلا تو فقط چیزی، یا مثلا تو شوهر فلانی فلان، اونقدر ضربه نزنه بهت. به نظر من یعنی باید حتی این استحکامه رو برای این داشته باشی که آقا اذیت نشی تو اون رابطه. که مثلا اوکی من میدونم الان مثلا شما لیگتونم من بهتره، ولی اولا که ببین واقعا یعنی اگه اون سکیوریتی، اون که مثلا هویت خودت رو بشناسی و مطمئن باشی که ارزشمندی خارج از این فضا، دیگه حتی اجازه نمیدی که کسی باهات بدرفتاری کنه. اگه همچین توی همچین فضا قرار بگیری، دیگه حتی اون حد رو برای خودت تعیین میکنی که نه آقا من
اینجا داری بهم بی‌احترامی میکنی. باشه من از تو کمتر پول دارم، ولی این رفتار، این طرز رفتار درست نیست. خیلی مهمه که تو دقیقاً از کنار این که مثلا آقا داری با یه سری آدم خیلی جالب معاشرت میکنی فلان میکنی و اینا، خودت برای خودت یکی بشی، نه اینکه فقط حتما یه بیزنس موفق داشته باشی. که البته ببین میدونی یه حالتی نیست که مثلا تو اگه یه بیزنس موفق داشته باشی خودت یه چیزی، ولی باید رو خودت هم کار کنی. یعنی اینکه تو یه بیزنس موفق رو سعی کنی ران کنی قطعاً خیلی به عنوان کاراکتر رشدت میده و محکم ترت میکنه. اینکه فقط تمرکزت رو بذاری رو اینکه اوکی من خودمو مالی سکیور کنم، یه جوری مثلا چیز کنم که اگه یه وقت خواست این آدم طلاق بگیره ازم من کلی پول داشته باشم و اینا کافی نیست. اون هویت، اون کاراکتر، این که تو برای خود یکی باشی خیلی مهمتره که هم تو رابطه بمونی، هم اگه ازش اومدی بیرون اونقدر نشکنی دنیات خراب نشه. آره ببین بعد پشن پراجکت داشته باشی، این خیلی مهمه که بعد راجع به یه چیزی پشنت باشی، نه بعد زندگیت حول محور پارتنرت بچرخه. هر چقدر هم پارتنرت مثلا خوب و خفن و پولدار و قدرتمند و موفق و همه چی تمومه، زندگیت نه بعد حول محور اون بچرخه. بعد پشن پراجکت داشته باشی، چیزایی که راجعش پشنت باشی، یه سری هابی‌ها داشته باشی، سرگرمی‌ها داشته باشی، یه سری ارتباطات و دوستی‌ها داشته باشی که خیلی هم ربطی به پارتنرت نداره و پارتنرت اون وسط اینوالو نیست. بعد زندگی خودت سعی کنی داشته باشی دیگه. این مهمه که زندگیت نباید یهو از این رو به اون رو بشه اگه پارتنرت ترکت کرد. یا خب ببین تو وقتی که خیلی خیلی وابسته باشی به پارتنرت، خب طرف میفهمه دیگه، احتمال اینکه ابیوزیو باشه تو رو تو موقعیت‌های بد قرار بده بیشتر میشه، چون که میدونه احتمالی که تو پرکش بکنی کمتر دیگه. میدونی اینم خیلی مهمه حواست باشه خیلی خودت تو موقعیت شکننده‌ای نباید قرار بدی که یارو اینجوری باشه که بابا من هر کاریم بکنم، هر بلایم سر این دختر بیارم، این که ولم نمیکنه، چون نمیتونه ولم بکنه. و ببین این سیستم که مثلا یارو ابیوسیو رفتار کنه، خیلی وقتا این نیست که طرف انسان بدیه و واقعا مثلا نچرال، یعنی مثلا طرف رو با هر آدمی بذاری توی جا طرف ابیوسیو رفتار میکنه. نه، تو دقیقاً این ترس این که اوکی این که منو ول نمیکنه رو وقتی داری، برای چی مثلا چه میدونم ازدواجا آدما خیلی رفتارشون متفاوت تر میشه، یعنی انگار خیلی بیشتر خودشون رو نشون میدن، خود واقعیشون رو نشون میدن تا موقعی که مثلا واقعا تو رابطه مثلا دوست پسر دوست دختری، چون انگار یه لایه محکمتری وجود داره که اوکی این خیلی سخت میتونه منو ول کنه، پس بذار من همه بهش نشون بدم. وقتی میدونی که یه نفر هیچ وقت ولت نمیکنه، قشنگ یه قدرتی داری و یک رفتارهایی ممکنه نشون بدی که حتی خودت خوشت نمیاد از اون رفتارهایی که داری میکنی اون لحظه، ولی صرفا به خاطر اینه که ترس اینو نه. یه حالتی انگار مثلا مامان بابات که هیچ وقت ولت نمیکنن و تو زشت ترین تیکه های کاراکترت رو به مامان بابات نشون میدی و یه جوری باشون رفتار میکنی که انگار مثلا تو هیچ وقت با پارتنرت یا دوستت یا هیچ کسی دیگه اینجوری حاضر نیستی رفتار کنی، چون اینجوری میشه که آقا یارو منو ول میذاره میگیره، یا مثلا بهم یه چیزی میگه، مامانم نیست که مجبور باشه تا ابد پیشم باشه. واقعا همینه. اصلا خیلی وقتا ناخودآگاه اون رابطه تاکسی میشه، یعنی مثلا یارو هم آدم بدی نیست ولی با این تو این ارتباط قرار گرفته که مثلا چه میدونم این طرف همه چیشه، یعنی مثلا بدون این نمیتونه زندگی کنه، اون رفتارهای بد میاد بالا. کلا به نظرم مشکل اصلا همینه که از بیخ وقتی شما اونقدر برابر نیستید و ایکوال نیستید، انگار برای این گپ تو باید یه تلاشی بکنی که اذیت نشه، یعنی این گپ آزارت نده، مدلی که ممکنه آزارت بده. چیزی که خیلی هم به نظرم مهمه، به عنوان آدمایی که از بیرون یه همچین ارتباطایی رو میبینیم، تو رو خدا انقدر زر نزنی. خیلی بدم میاد، فلانی سرتره، فلانی وای با کون افتاده تو اثر، انقدر بدم میاد از این اصطلاح ها و این چیزا. وای چه شانسی آوردی تو، اصلا داری توهین میکنی به یارو، یعنی چه شانسی آوردی؟ خب یارو یه کوالیتی داشته، یه چیزی داشته که اینم از اون خوشش اومده دیگه، مگه شانسه؟ مثلا رفته لاتاری گرفته، بلیت گرفته، مگه اگه میفروشن به ما بگید. ولی آره ببین کلا پاور داینامیک مشکل داره، وقتی که یکی قدرت خیلی بیشتری توی اون ارتباط داره، احتمال اینکه اون ارتباط آسیب زننده بشه و ابیوزیو بشه و اینا خیلی زیاد میشه دیگه. اصلا چه توی رابطه عاطفی و ازدواج و اینا، چه تو ارتباطات دوستی، چه اصلا تو ارتباطات کاری و شریک شدن و اینا، وقتی پاور داینامیک درست نیست، وقتی یه نفری مثلا سرتره، بالاتره، دسترسی بیشتری به منابع داره و قدرت بیشتری داره، احتمال اینکه اون رابطه اصلا عجیب غریب بشه و میگم ابیوزیو بشه خیلی بیشتر میشه. طبیعت انسانه، طبیعت روابط ماه. آره بعد یه چیز دیگه هم که اصلا دوباره
آدما تو مثلا ارتباطاتشون انگار میخوان انکار کنن دوباره اون گپی که وجود داره توی مثلا پاور داینامیکی که دارن. اینجوری هم نمیشه دوباره. آقا تو باید اکنالج کنی که آره اوکی من کسی که دارم باش دیت میکنم پارتنرم از بک‌گراند محکم‌تر و قوی‌تری میاد نسبت به من، ثروتمندتر بوده، همیشه به منابع بیشتری دسترسی داشته، اطلاعات بیشتری بهشون دسترسی داشته، همیشه اینو باید بفهم. یا سن بالاتری از من داره، آدمای بیشتری رو میشناسه، تجربه بیشتری تو زندگی داره. بیشتری داره. این خیلی مهمه، تجربه بیشتری توی زندگیش داره و اینا رو باید ببینی، متوجه باشی، بپذیری و بر اساس اونا پیش بری و مثلا چنم ارتباطاتتو جلو ببری. اینم دوباره خیلی مهمه. بعضی انگار میخوان خودشون رو بزنن به اون راه که مثلا متفاوتن و اینا. نمیشه. من اتفاقا خیلی آگاهانه و اینا و راجبش هم به نظر من صحبت کنید. من اصلا الان من دیگه اینجوری نمیکنم. مثلا 18 19 سالم بود که دیت میکردم خیلی متفاوت مثلا میشستم بهش میگفتم. همینم بود، همین میترسیدن از من فرار میکردم بعد از 3 تا دیت دیگه این شکلی میکردم. با طبقه اجتماعیمون خیلی متفاوته، میدونستی. دیگه تا یکم واقعا آکورد بود الان که دارم بهش فکر میکنم. آره حاجی خیلی آکورده. قشنگ اینجوری نه حالا نمیدونم والله. حالا نمیدونم. دیت دوم سوم برینگ اپ نکنید. حالا دیگه لازم نیست دیت دوم سوم راجع بهش صحبت کنید، ولی نباید یه چیزی باشه که انگار مثلا بهش هیچ اشاره‌ای نمیشه یاد کنن به اون مسئله، اصلا انگار نزدیک نمیشید و فقط دورش میرقصید و چه میدونم به طور غیر مستقیم بهش اشاره میکنید. این شکلی هم نباید باشه دیگه. نمیدونم، من ترجیح میدم مثلا خیلی واضح باشه که آره مثلا تو تجربه خیلی از من بیشتره، فکر مثلا مشخصه این مسئله. خب آره کیه فلان چیز ما پاور ایمبالانس داریم. خیلی به نظر من خوبه ادرسش کنی. به نظرم نیاز نیست دربارش صحبت کنید. به نظرم چیزی که جفتتون باید ببین اکنالج کردنش همینه که اون میدونه تو هم بدونی و طبق این تصمیم بگیرید، نه اینکه حتما دربارش حرف بزنید. چون واقعا به نظرم حرف زدن قبحه یه سری چیزا رو میریزونه. اینکه طرف فکر میکنه از تو با تجربه، یعنی مثلا من با یه آدم میرم دیت میکنم که طرف مثلا چه میدونم 4 سال 5 سال 10 سال من بزرگتره و کلیرلی بیشتر من تجربه داره، ولی اینکه دربارش حرف میزنیم که آقا تو تجربت بیشتره، انگار دقیقاً به اون یه قدرتی میدی که او پس این میدونه. انگار اصلا فضای این رو نمیدی که طرف یه لحظه خودش رو ببره زیر سوال، به خاطر اینکه بهش گفتی اون آدم با تجربه است، پس هر چی اون میگه احتمالاً درسته. واسه همین به نظرم اصلا نیاز دربارش حرف بزنید. یه چیزی که جفتتون به نظرم بدونید و ادرسش نیاز نیست بکنید، صرفاً بدونید. یعنی دونستنه به نظرم هم مهم‌تره تا اینکه دربارش حرف بزنید. هم آکوارده، هم اصلا انگار یه قدرتی به یارو میدی دیگه، میدونی همه چی رو لازم نیست که آدم دربارش حرف بزنه به نظرم. آره مثلا تجربه رو بهش اشاره نکنید. آره کلا اصلا میتونین درباره اینم بعدا حرف بزنیم که واقعا کامیونیکیشن خوبه، ولی آدم درباره همه چیز واقعا نباید حرف بزنه. یه سری قبها، یه سری مرزها، یه سری چیزا اصلا باید بمونه انگار همونجوری. برای اینکه هم تو یارو برات جذاب باشه، هم میگم احترام حفظ بشه، هم اصلا کلی چیز هست. یعنی اینو من خودم بلد نبودم، یاد گرفتم که این شکلیه. ولی آره دیگه سرتون رو درد نریم، بوس بهتون. اگه همچین اتفاقی براتون افتاد لذت ببرید، حواستون باشه. بقیه هم امیدوارم. من خیلی بدم میاد که بقیه خیلی حرفای بد میزنن، مثلا این سیستم که مثلا فلان شوگر گرفته، وای خیلی زشته، اینجوری که آجی میشه بس کنی. من جای آدمایی که اینجوری حرف میزنن خجالت میکشم. جالب نیست، جالب خیلی زشته به نظر من. وقتی که طرف رابطه رو ترک میکنه نرید هی بهش بگید که یارو خیلی ازت سرتر بود، شانس آورده بودی، بعد میچسبیدی مثلا به این هر کاری که از دستت برمیاد بعد انجام میدادی که نگهش داری تو زندگی. اینجوری هم نکنید یکی بیاد بگی که یارو ازت سرتر بود. عزیزم واقعا باور وای من چندین بار شده اینو مثلا آدمام میگفتن که یارو خیلی ازت سرتر بود، بعد میچسبیدی. شما شکل بودم که تو ارتباط خیلی خوب نبود، پارتنر خوبی نبود، مثلا جالب نبود، گفت خیلی ازت سرتر بود و تو نریدی بهش. بعد رو چیزت کانفرانتیشن گیمت با هم کار کنی. واقعا هری خب من قبول دارم که روی کاغذ از من سر بود. عزیزم نیاز نیست طرف بیاد تو صورتت اینو بهت بگه. اینم دقیقاً اون چیزیه که آقا تو احترام منو نگه دار. یعنی چی طرف از تو سرتر بود؟ تو اصلا چی درباره خانواده من میدونی؟ من ممکنه بابام 3 تا کارخونه داشته باشه تو ندونی. واقعا همین. واقعا خبر نداریم از زندگی هم دیگه. ولی واقعا اون آدم رو کاغذ از من سرتر بود اون پسره که خب نه ببین اینو تو میدونی، ولی نیاز نیست که طرف بیاد تو صورتت اینجوری بهت بی احترامی کنه که این که خیلی از تو سرتر بود. یعنی چی؟
اینجوری که تاشی میدونن من واقعا خوب نبود، تو ارتباط زندگی رو نابود کرده بود. به آدما حدشون رو نشون بده که هر چیزی رو نمیتونن بگن. یعنی چی فلانی ازت سرتر بود؟ میتونی بگی آها چه پسر خوبی بود، مثلا حیف شد، باشه اینو میتونی بگی. حالا که تازه حیفم اینجوری که خودش بهتر میدونه حیف شده یا نه دیگه من نمیدونم، والا خود طرف بهتر میدونه. اصلا وای عصبی شدم. بگو یکی بیاد صورتت بگه این خیلی تو سرتر بوده، اینجوری که با میچسبیدیش. بچه اینجوری که زندگی منو نابود کرده بود، انقدر مایند گیم انجام میداد و منیپولیت میکرد منو، تو موقعیت‌های بد منو داشت قرار میداد. من کاری نگم سرتر بود. مگه مثلا قرون وسطا مگه داریم اریستوکرات بوده مثلا یا لورد بوده؟ ببخشید ما پزنت ها 2023 داریم زندگی میکنیم، 2024 whatever. عصبی شدم. واجه عشق منی. ولی راست میگید نباید اصلا اجازه بدم یکی همچین چیزی بهم بگه. آره حتی اگه خودت میدونی. بچه بودم. آره نه اوکیه، نه الان که دیگه نمیخواد مثلا خودت رو، تو هم اولین بارت بود که یکی میاد تو صورتت بهت میگه یکی ازت سرتر بود. به خدا منم اگه یکی بیاد تو صورتم بگه نمیدونم چه نظری میدم. الان مثلا اینجوریم که نه برو باباتو چیز کن هر چی دارم. ولی واقعا نه، یعنی این نیست که مثلا نه میدونی تو باید اینو بهش میگفتی. نه اصلا حرفم این نیست. حرفم اینه که تویی که اینجا نشستی و فکر میکنی اوکیه که به یه نفر بگی که سرتره تو از فلانی، یعنی فلانی ازت سرتره، و یا فکر میکنی اوکیه یه نفر بیاد بهت بگه که آره فلانی ازت سرتر بود. نه بچه اوکی نیست. یه سری حرفا رو آدم نباید بزنه، زشته. مثلا ادب نداری. آره خیلی چیزا آدم نباید به زبون توهین‌آمیزه، داری توهین میکنی به طرف. حتی همین که مثلا میگی وای چقدر تو خوش شانسی که با فلانی آشنا شدی، یه حالتی که یه مقدار داری آشنا شدی باز مثلا اینجوریه که اوکی شانس اینو داشتی که با طرف آشنا بشی، این باز اوکیه به نظرم. یعنی مثلا همین خوش شانسی که این باهات تو رابطه است، این مثلا به نظر من خیلی توهین‌آمیزه. یعنی چی خوش شانسی این با تو رابطه؟ یعنی رو شانسی رو با من. خب داش منم هیچ چیزی دارم که طرف میشم دیگه. خیلی چیزا آدم نگه، دهنمون رو خیلی اکثر اوقات باید ببندیم. بعدش بهم بگو هر چیزی که تو ذهنمون میاد باش. دوست بهتون بچه‌ها. خداحافظ. مراقب خودتون و زیباییاتون باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.